الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. شکوه ثانی برای اهل کتاب و ضمناً تسلی برای نبی علیه السلام که ای پیغمبر الان اینها در برابر شما که جبهه متحدی تشکیل دادن و جنت را برای یهودیت و نصرانیت دربست کردند و معرفی کردند، اینها قبل از تشریف آوری شما یکدیگر را رد می‌کردند. فکر نکن که اینها متحدن، با زبان یکی شدن، درون اینها خیلی اختلاف دارد. یهود میگو نیست نصارا بر هیچ چیزی، یعنی کاملا باطل. نصارا میگو که نیست یهود هم بر هیچ چیزی، یعنی کاملا باطل هم. و هر یکی از یهود و نصارا کتاب را تلاوت میکردن، تورات را بر علیه نصارا و نصارا انجیل را بر علیه تورات استشهاد میگرفتند و تلاوت میکردند. امروز هم همینطوره. بعضی ها برای بعض دیگر میخوانند، حقیقت حال پیش خدا هست. اینها یعنی تعلیم دارند، بر علیه دیگر کتاب تلاوت میکنند. کذالک به همین کیفیت میگفتند آنهایی که هیچی نمیدانستند، یعنی مشرکین عرب هم میگفتن یهود و نصارا هیچ چیزی نیست. دوتایشون یهود و نصارا مشرکین عرب را مشرک میدانستن، رد میکردن. البته الان در برابر شما اینها میخوان متحد بشن. یهود و نصارا کاملا متحد شدن، با مشرکین عرب هم میخوان متحد بشن. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، یعنی بدون دلیل سخن میگفتن مثل سخن اینها. خلاصه بین یهود و نصارا و مشرکین لا یعلمون اختلاف شدید هست و این اختلاف را در برابر شما خط واحدی تشکیل دادن، جبهه واحدی. الله تعالی فیصله می‌فرماید عملا در دنیا که از نظر بیان خدا فیصله کرده، قرآن فرستاده، کتاب فرستاده، لیکن الله فیصله می‌کند عملا بین اینها روز قیامت در آن مسائلی که بودن، در آن مسائل با هم اختلاف داشتن. شکوه ثالث الله سبحانه و تعالی می فرماید اینها ظالمترین انسانهای کره خاکی هستند. مشرکین مکه که شما را از مکه اخراج کردند و نگذاشتند که در مسجد الحرام خدا را عبادت کنید. یهود و نصارا با اعمال زشت یکدیگر را از مسجد بیت المقدس مانع شدند یا عمل زشت انجام دادند و کفار بر آنها مسلط شدند. به هر حال بر اهل کتاب و مشرکین عرب الله تعالی شکوه ثالث و من اظلم ممن منع مساجد الله، چه کسی ظالم تر میتواند بشه در کره خاکی از اون انسانهایی که مانع میشوند از مساجد الهی. مانع میشوند از مساجد الهی، مبدل منه از مساجد، بدلش هست از اینکه یاد کرده شود در آن مساجد نام زیبای الله. از یاد اسم الله مانع میشن، مسجد رو وسع فی خرابها و سعی میکنن در خرابی آن مساجد. از این انسان ها ظالمتر انسان در دنیا کسی نبوده. و نیز اولئک این مانعین مساجد و آنهایی که سعی دارن که مساجد خراب بشن، یک خرابی ظاهریه و یک خرابی معنویه. آنها سعی دارن که مساجد خراب بشن، یعنی مبتدیان و هواداران مساجد از بین برن. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اینها نیست برای آنها مناسب که وارد بشن در مساجد مگر در حال خوف از عذاب خدا بترسن، با عزت و احترام بدون ممانعت. لیکن اینها
از مساجد الهی مانع میشه. طول تاریخ یهود نصارا یهود را و همچنین مشرکین همه را از مساجد الهی مانع شدند و الان هم در دنیا کم نیستن که از مساجد الهی مانع میشوند. لهم فی الدنیا خزی، برای اینها در دنیا ذلت هست، اسیری و ذمیت و خواری، و برای اینها در آخرت عذاب عظیم. انواع و اقسام ذلت ها را اینها در دنیا تحمل خواهند کرد و در آخرت عذاب عظیم. خب اینها هم از نظر اختلاف قبله با یکدیگر خیلی نزاع داشتند. یهود با نصارا، نصارا با یهود، مشرکین با هر دو و هر دو با مشرکین. لذا نسبت به قبله اختلاف داشتند. الله سبحانه و تعالی اون مسئله را بیان میکند که لله المشرق و المغرب، به خدا اختصاص دارد مشرق و مغرب، یعنی تمام جهات در اختیار خدا هستند. به هر طرفی خدا دستور بدهد کسی حق اطلاع ندارد. شرق هم از آن خدا هست، غرب هم از آن خدا هست. لذا این یهود و نصارا یکی به جانب شرقی که حضرت مریم رخ میکرد و یکی به جانب غربی، و خلاصه از نظر قبله هم بین اینها اختلاف بسیار شدیدی بود. الله سبحانه و تعالی مقدمتا برای دستور تحویل قبله میفرماید الله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. به هر طرفی شما متوجه کنید چهره خود را، پس اونجا ذات خدا هست و خدا فی ای مکان فعلتم التولیت منه شطر القبلة، شطر قبله هست. بعضی ها گفتم برای یک انسانی که قبله را نمیداند و کسی هم نیست که بپرسه، حکم همینه که الله المشرق و المغرب، فکر کنه، تحریک کنه و به هر طرفی که رخ کرد و نماز کن به فکرش غالب آمد قبله همین طرفه، نماز او مقبول، به شرطی که فکر کنه و به شرطی که کسی نباشد که قبله را بپرسه. در بیابان هست نمیدانه قبله چه طرفیه، پس یا زندانه و تو سلوله و نمیدانه قبله کجاست و کسی هم برش نمیگه، تو فاینما تولوا فثم وجه الله. اونجا به هر طرفی شما منصرف کنید چهره را، پس آن جهت یا اون وجه خدا هست، آنجا ذات الله هست. ان الله واسع، الله تعالی وسیع از هر چیز، علیم، با وجود محیط علیم هست و علیم به هر طرفی که دستور بدهد. خب کسی حق چرا ندارد؟ شکوه چهارم برای اهل کتاب که نعوذ بالله برای خدا فرزند تعیین کردند. یهودی ها می گفتند نماینده الله حضرت عزیر، قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. مشرکین هم پای را بالاتر گذاشتن، ملائکه را گفتن بنات الله هستند. الله سبحانه و تعالی به وجوه متعددی همه اینها این اعتقاد را نداشتند که نعوذ بالله از خدا اینها پیدا شدند، یعنی فرزند صلبی خدا اینها را نمیدانستند. ببینید نگفتند که ولد الله، بلکه فرمودند اتخذ الله. اتخاذ ولد همینه که انسان بچه دیگری را به منزله فرزند برای خودش معرفی کند که در اصطلاح پسرخواندگی میگن. یهودی ها گفتن جلوی کارهای کوچک الهی حضرت عزیر، الله تعالی بسیاری از کارهای خود را بینها تفیض کرده، اینها اختیار دارند به کسی نان بدن، به کسی آب بدن، به کسی یک چیزی دیگر بدن. همانطوری که انسانهای بزرگ در جلوی خانه های خودشان خدمتگار دارند، اینها برای خدا نعوذ بالله خدمتگار تعیین کردند. الله سبحانه و تعالی مذمت میکند که من چه نیازی دارم، به وجوه متعدد خدا رد میکند و گفتن این شنبختان که اتخذ الله ولدا، اتخاذ کرده الله تعالی بعضی از مخلوقات خود را فرزند، بعض مخلوقاتی را ولد قرار داده. این مفعول ثانیه
ولد قرار داده بعد مخلوقاتی، ای بعد مخلوقاتی ولد. جواب اول سبحانه، پاک است خدا. الله تعالی از انتخاب ولد پاک است. ولد کسی انتخاب می کند برای خود به اصطلاح پسر میخانه که خودش از عهده همه کارها نمیتونه برگیره، بله انسان های بزرگ تو خانه خود مثلا خدمتگار دارن، کارهای کوچک کوچک خانه را انجام میدن، سفره پر کنن، سفره جمع کنن، کاسه بیارن، دستی بشوین، مهمانی را تعارف کنن، دری را باز کنن، دری را ببندن، ظرفی بیارن، پیازی سیبی چیزی خرید کنن بیارن. این کارهای کوچک کوچک را انسانهای بزرگ خودشون از عهده بر نمیان. لحظه هر یک از انسانها توی خانه هایشون پسری دختری که وقتی در این زمانه بیشتر خویشاوندان خود را اونجا میارن که خدمتی بکنن. الله سبحانه و تعالی می فرماید سبحانه، پاک از خدا از انتخاب ولد و از اتخاذ ولد. چرا؟ و بل له ما قسم، خدا نیازی نداره که انتخاب ولد و اتخاذ ولد کند، بلکه برای خدا تمام آن مخلوقاتی که در آسمانند و در زمینند مملوک خدا هستند، به او اختصاص دارند، ملکن به او اختصاص دارند، خلقن به او اختصاص دارند، عبیدن به او اختصاص دارند، همه مملوکن، همه عبیدن. لحظه عبید چطور میتواند ولد بشه؟ غلام چطور میشه که ولد بشه؟ غلام که غلامه. مخلوق چطور برای خالق میتواند نائب بشه؟ خلاصه کل له قانتون، همه برای خدا مطیعن در امور تکوینیه. کل ما کان فیها کائنا ما کان، همه مطیع و فرمان بردار. الله تعالی نیازی ندارد که یکی را فرزند انتخاب بکند. همه کارهای الهی بدیع السماوات والارض، او بدون نقشه ثابت پیدا کرده آسمانها و زمین. بدیع و خالق فرقش، خالق اونه، خالق و بدیع که بدون نقشه ثابت چیزی را به وجود بیارد. امروز مصنوعات بشر همیشه نظایر خدایی دارد. هواپیما هر چقدر بزرگ باشد به تصویر پرنده ساخته شده، کشتی هر چقدر بزرگ باشد به صورت ماهی ساخته شده. ماشین ها را نگاه کنید، حتی این وسایل ها را نگاه کنید، اینها نمونهشون مخلوق خدا هست. الله سبحانه و تعالی بدیع السماوات است، یعنی بدون نقشه ثابت. آسمان نقشه ثابتی نداشته، همه ما من نقشه ثابت نداشته، انسان نقشه ثابتی نداشته. الله تعالی از بدون نقشه ثابت همه این چیزها را خلق کرده. خالق هم همینه میگن، بدیع هم همینه. بدیع السماوات، او موجود کرده آسمانها را و زمین را، و برای ایجاد این همه مخلوقات امکاناتی نمیخواهد. اذا قضا امرا، وقتی الله تعالی فیصله ایجاد چیزی را بکند که چیزی خلق بشه، ساخته بشه، فانما یقول له کن فیکون. الله تعالی میفرماید باش، پس فوری میشه. کنایت از سرعت تقدیره. الله تعالی برای تمام کارهای بزرگ و کوچکش نیازی به هیچ کس ندارد. چرا؟ همه کارهای الهی با کن وجود میاد. هر چی باشد بزرگ کوچک تا الله تعالی میگه باش و خودش میشود. و این کن هم بعضی میگن تلفظ نمیشه، بلکه اراده الهی برای ایجادشه بسه. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. او پاکه که نائب انتخاب بکند، وکیل انتخاب بکند. برای هر کار اراده خدا بس، ضرورت به نائب ندارد، ضرورت به وکیل ندارد، ضرورت به مشیر ندارد. این وجوه که اینها برای خدا نائب معرفی کردن. شکوه پنجم، الله تعالی میگه که اینا چقدر خود را بزرگ میدانند.
و توقع دارن که الله سبحانه و تعالی با اینا حرف بزنن. قال الذين لا يعلمون، گفتن اینهایی که هیچ معیار علمی نداشتن، معرفت خدا را نداشتن، شان خدا را نمیدانستن، که چرا کلام نمی کند با ما الله، و یا چرا نمیاد پیش ما نشانی آیه، یعنی نشانی که ما میخواهیم. الله سبحانه و تعالی می فرماید این حرفهای پوچ آنها را اون متمردینی که قبل از اینها بودن در دنیا زدن. کذالک قال الذين من قبلهم مثل قولهم، همین طور گفتن آنهای قبل از اینها بودن مثل سخن اینها. الکفر ملت واحده، این حرفهای پوچ را که خدا چرا با ما حرف نمیزند اهل مکه گفتن، و اینکه خدا چرا طوری که ما معجزه میخواهیم خدا برای ما نمیاره. الله تعالی میگه این حرفها پوچه. ارائه معجزه و نشان دادن معجزه باید به مشیت خود ما هست. اینها چه کار هستن؟ ما برای بعثت شما و برای رسالت شما دلایل بیشماری داده ایم و آیاتی برای هدایت زیاد نازل کرده ایم. خود قرآن آیه کافی هست، هم معجزه رسالت معجزه برای شما و شما را معرفی میکند رسول برحق، و هم برای آن چیزی که خدا میخواهد هدایت کند بشر را راهنمایی کند هدایت کافی است. تشابهت قلوبهم، سبب و منشأ موافقت کل تشابه قبلی هست. قلوب اینها با هم مشابه هست. در کس فهمی این یهود و نصارا با مشرکین مکه و با اون امم گذشته تشابه سخنی، تشابه قلبی زیاد دارد. قد بینا الآیات، جواب شبهه را میده که میگفتن لولا تأتینا آیتون، الله تعالی میگه واضح و روشن بیان کردیم ما آیات را یکی بعد از دیگری، آیات بیشماری ما بیان کرده ایم، لیکن مستفید از این آیات قوم های یقین کننده هستند. معترض به خاطر انادی که دارد نفع نمیبرند. لذا آنهایی که یقین دارند آنها از این آیاتی که ما تبیین کرده ایم در هر بعد ما آیات نازل کرده ایم، هم در بعد اثبات رسالت، هم در بعد توحید. در تمام ابعاد ما آیات کمی نه بلکه تبیین و واضح و روشن. به کرات و مرات ما آیات را یکی بعد از دیگری، یکی نه بلکه آیات ما تبیین. اونا میگن لولا تأتینا آیتون، یک آیه ما قد بینا الآیات، لیکن استفاده قوم های یقین کننده میکنن. تسلی برای پیغمبر، ای پیغمبر علیه السلام، الان اگر اینها حرف شما را قبول نمیکنن، با شنیدن این همه دلائل، با شنیدن این همه براهین، اگر اینها هنوز اناد کردن ولی تعالی الله کردن، شما غم نکنید. چرا؟ من شما را مسئول نکردم که باید تک تک یهود ایمان بیاد. شما بشیر و نذیری، هم بشارت خود را دادی به مؤمنین، هم انذار کردید اینها را. شما مسئول اینها که نیستید، حتما باید اینها ایمان بیاد. انا ارسلناک بالحق بشیرا، فریضه پیغمبر، شما بشارت دهنده فرستادید، نذیری کفار از عذاب من آگاه کنید. ولا تسألون اصحاب الجحیم، لذا برای قبول و عدم قبول کسی ناراحت نباشید و فکرمند نباشید. چرا؟ شما سوال نمیشید از این صاحبان جهنم، اینها که نمیپذیرن میرن جهنم و شما از اینها سوال نمیشید. چرا ناراحتی؟ پیغمبر علیه السلام فوق العاده اشتیاق ایمان یهود را داشت، خصوصا در مدینه، و این سوره مدنیه بعد از هجرت، که اگر یهود و نصارا ایمان آوردن، خصوصا یهود نصارا، دیگه تمام دنیا ایمان میارد، چون رسول پاک صلی الله علیه وسلم احساس مسئولیت تمام انسانها را داشت، این پیام خدا به تمام جهان برسد و همه دنیا و بشریت دعوت به خدا پرستی بودند. به این خاطر رسول پاک صلی الله علیه وسلم
خیلی اشتیاق ایمان اینها را داشت. اینها علما هستند، اگر اینها ایمان بیارن اینها واعظن، اینها مبلغن، اینها سخنگوین، لذا کار پیش میره. دعوت الله با قوت انجام میگیره. این خاطر الله سبحانه و تعالی پیغمبر را در آیه بعدی از اتباع یهود و نصارا پیغمبر علیه السلام را گویا یاد میده. شما خیلی اشتیاق دارید، بله این یهود و این نصارا انقدر عناد دارد که به هیچ عنوان و به هیچ نشانی و به هیچ مدرکی یا از شما راضی نمیشه. شما اشتیاق رضای آنها را و خوشنودی آنها را دارید، بله من به شما ابلاغ میکنم که لن ترضا عنک الیهود ولا النصارا، هرگز خوشنود نمیشوند از ذات مقدس شما و از اخلاق زیبای شما یهود و نصارا. حتی تتبع ملتهم، تا کاملا از یهود و نصارا شما اتباع نکنید اینها از شما خوشنود نمیشه. ما در زندگی خود دیدیم که یهود و نصارا چه عداوتی با اسلام دارند. وقتی ندای اسلام را در یک گوشه از دنیا نصارای امریکا و انگلیس شنیدن بسیج شد. گفتونی که ما اینها را غافل کردیم با عکسهای سکسی و لخت و با ماشین آلات، اینها باز نشأت گرفتن که الان دم از قرآن کی میزند، دم از اسلام کی میزند؟ کسی که زمام تعداد انسان ها به اختیار کند. این خاطر اینها برای اینکه سلطه خود را بر مسلمان ها محکم کنند اینها لشکرکشی کردند و چه تلفاتی را متحمل شدند و حاضرند که متحمل بشن. چرا؟ اینها برای مطبوعیت خیلی اشتیاق دارند. حتی اینها تمنا دارند که ای پیغمبر شما هم تابع اینها باشید. اینها اینقدر عناد و تمرد و تکبر دارند که غیر خود را هرگز مطاع نمیتونن تحمل کنند. اگر ببینن یک حاکمی از حکام مسلمان ها یک روز هم از اینها اطاعت نمیکنه، اینها لشکرکشی میکنن. و ما دیدیم که چه لشکرکشی ظالمانه و جارحانه در عصر ما و در زمان ما در افغانستان مظلوم و ستم دیده که سالهای سال تحت سیطره شوروی و کمونیستان داخلی بود، به مردی که میخواست آزادی حاصل کند اینها حمله کردند. باز عراق یک ذره صدام شاید خوب باجی نداد به امریکا با تمام بی‌حیاییش و سردرداران بیشعور بی معرفتش ملت ستم دیده عراق را که سالهای سال به اصطلاح تحت فشار اقتصادی بودند حمله کردند و تا الان چه حالی دارند میکنند بر این ملت. خانها را با ماشینها مورد حمله قرار میدن و اون شارون لعنتی بیشتر از 50 ساله که بر مسلمانها ظلم و ستم میکند، خاک و سرزمین و بس مسجد بیت المقدس را اشغال کرده. چرا؟ که باید ما از آنها اطاعت کنیم. اینها با مذاکره هرگز راضی نمیشه. همونی که خدا گفته است جهاد، هر یهودی و نصرانی 1000 سال عمر آرزو دارد هر زمانی که مرگ برای یهود و نصارا بیاد، یهود و نصارا تاب مرگ را ندارد، چون آرزوی 1000 سال زندگی از خدا دارد. مرگ بر یهود و نصارا گران و علاج اینها را الله تعالی با جهاد کرد که پشت سر دستور جهاد میدهد و رسول پاک صلی الله علیه وسلم با یهود جهاد کرد قبل از مسیح. یهود مدینه را الله تعالی یکی بعد از دیگری به طور ناکامی کشید و آنها را رسول پاک صلی الله علیه وسلم توصیه کرد که از مهد اسلام، از مرکز اسلام، از جزیره العرب اخرج الیهود و النصارا. یهود و نصارا حق ندارند امروز حکام بی خرد در اون سرزمین مقدس
یهود و نصارا را آوردن و اسکان دادن و تماشا می‌کنند. جزیره العرب که مهد اسلام هست و مرکز اسلام است و یادگار الهی است، مکه و مدینه و تمام جاهایی که پیغمبر اسلام قدم گذاشته اونها قدمگاه رسول الله هستند. در قدمگاه رسول الله امروز اینها اسکان دادن یهود و نصارا را و با آنها میرقصند و میخورند و سر سفرهشون مینشینند. قل به اینها بگو امکان ندارد که اتباع یهودیت و نصرانی، ان هدی الله، هدایت خدا همون هدایت است که خدا به واسطه پیغمبرها به جهان معرفی کرده. هدایت خدا هدایت حقیقیه، نه راه شما. تذکر برای نبی صلی الله علیه و سلم و استبعاد اول به فرض محال، لام قسم این فرضیه هست. ولئن اتبعت اهواءهم، اگر ای پیغمبر شما اتباع کردی خواهشات این یهود را یا نصارا را، بعد الذی جاءک من العلم، بعد از آمدن علم که پیش شما علم حقیقت، من العلم بیان الذی هست، بعد از آمدن علم ثبوت قطعی قرآن که پیش شما آمده، اگر شما از یهود و نصارا اتباع کردید تو معذب میشید. چی میشید؟ معذب. و ثمره اتباع اینه که مالک من الله من ولی ولا نصیر، نیست برای شما از عذاب خدا هیچ ولی و کارسازی و نه مددگاری. الله تعالی خطاب به پیغمبر کرد و ما را هشدار داد که اتباع یهود و نصارا شما را یهودی و نصرانی میکند و شما معذب میشید و کسی نیست که شما را از عذاب خدا نجات بده. امروز این همکاران آمریکا و همکاران شارون هر که باشد، به هر شکل و قیافه باشد، او معذبه و جلوی عذاب خدا را هم کسی نمیگیره. عذاب خدا که میآید؟ سر وقت میآید. اون دیگه تاریخش نپرسید. خدا الان خطاب کرد که اگر به فرض محال شما اتباع کردی خواهشات اینها را، بعد اینکه علم پیش شما آمد تو شما را عذاب میگیرد و نیست برای شما از عذاب خدا هیچ کارسازی و مددگاری. اکنون الله تعالی از این یهودی ها استثناء می کند، اونهایی را که مشرف ایمان شده همه که یک خط نیستند. لیسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه یتلون آیات الله آناء اللیل و آناء النهار. اکنون الله سبحانه و تعالی مخلصین یهود را و مخلصین نصارا را بیان می کند. الذین آتیناهم الکتاب، دلیل نقلی از علماء یهود و نصارا مثل عبدالله ابن السلام، آنهایی که ما به آنها کتاب عنایت کردیم، تورات، انجیل، قوت علمی دارند در فهم مضامین و قوت ارادیه را در عزم اتباع صرف می کنند. الله سبحانه و تعالی می فرماید در حالی که یتلونه حق تلاوته، می خوانند این کتاب را حق خواندنش، یعنی پابند این کتابند و به تلاوت کتاب، اولئک یؤمنون به، آنها ایمان به این کتاب دارند، به این حق دارند یا به این نبی دارند. بهی مرجعش سه هست و سرورا میکنند. اونها ایمان به این کتاب دارند، قرآن عظیم و شان. اونها ایمان به پیغمبر دارند و آنها ایمان به این حق دارند. به حق ایمان دارند. سه مرجع برای بهی بیان کردند. و هر کسی که انکار کند کتاب را، نبی را، حق را، فاولئک هم الخاسرون، اینها خاسران درجه یک. الله سبحانه و تعالی می فرماید علماء یهود تایید کردند. چرا شما تایید نمی‌کنید؟ وقتی خبر رسیدن رسول پاک صلی الله علیه و سلم به عبدالله ابن السلام رسید، عالم بسیار بزرگ یهود، ایشان روی درخت خرما بودند و مادر ایشان زیر درخت بودند.
تا شنیدن که محمد آمد صلی الله علیه وسلم. صدق رسالت پیغمبر قبلا به مدینه رسیده بود و صحابه زیادی از انصار مشرف ایمان بودند و در مدینه منوره فعالیت ایمان و اسلام و دعوت و تبلیغ داشت. عبدالله ابن سلام بسیار عجولانه از درخت آمد پایین. مادرش تعجب کرد و فرزند طوری معلوم شد که بهت خبر دادن که موسی کلیم الله آمده. آنقدر با اشتیاق و فوری آمدی پایین. گفت مادر آن که من میدانم و اگر این اون باشد این همون موسی کلیم الله است، بلکه اشرف از کلیم الله است. آنچه من درباره او میدانم. فوراً آمد و تحقیق کرد علاماتی که در تورات خوانده بود راجع به پیغمبر اسلام، همه علامات را بررسی کرد و مشرف شد و گفت من دیگه یقین دارم وقتی چهره رسول پاک صلی الله علیه وسلم را دید، وقتی اخلاق زیبا رسول الله را دید و علامات پیغمبری را بر حضرت پیغمبر علیه السلام مشاهده کرد، فوراً ایمان آورد و رسول پاک صلی الله علیه وسلم را گفت که رسول پاک صلی الله علیه وسلم یهود قومی بسیار انادی و ضدی هست. اگر چنین من متوجه بشن که من اسلام آوردم انادشون زیاد میشه. بیا یک سیاستی به کار بیاندازیم، پشت پرده من می نشینم، شما یهود را بخوانید، سران یهود را بخوانید، من را ظاهر نکنید، راجع به من بپرسید که من در میان اینها چه شخصیتی هستم. بعد من اظهار ایمان میکنم، شاید اینها عنایت کنم. همچنین شد سروران گرامی. وقتی که رسول پاک صلی الله علیه وسلم سوال کرد عبدالله ابن سلام نسبت به شما که این در میان شما چه مقامی و دارای چه حیثیتی هست، گفتن این آقای ما هست و آقای پدران ما، این نور دینه ما، عالم ربانیه، عالم بسیار علم دوسته. تعریف کردن عبدالله ابن سلام را هر اندازه که دونستن. وقت پیغمبر علیه السلام فرمود اگر عبدالله ابن سلام من تایید کند لحظه شما دیگه حرفی ندارید. گفت بله، شما را کجا تایید میکنه؟ عبدالله ابن سلام ظاهر شد و شهادت این را به زبان آورد. همه مثل حمر مستنفره فرت من قسوره فرار کرد و نپذیرفت. بین خاطر الله تعالی به جاهای متعدد قرآن عظیم الشان استشهاد کرده الذین آتیناهم الکتاب، آنهایی را که من به آنها کتاب دادم در حالی که تلاوت میکنن اون کتاب را حق تلاوت، اولئک یؤمنون به، ایمان دارم به این پیغمبر، ایمان دارم به این قرآن، و آنهایی که انکار میکنن این کتاب قرآن را و پیغمبر را آنها خاسرند. ترغیب و مضمون رسالت از یا بنی اسرائیل و اذکروا نعمتی التی، این مرتبه سوم خطاب به بنی اسرائیل. دو مرتبه قبلا خطاب کرد و این مرتبه سوم به عنوان آخرین هشدار. همانطوری که برای اهمیت یک شیء بار بار اعلان میکنند، این هم برای اهتمام و اهمیت مرتبه سوم الله سبحانه و تعالی با لفظ یا بنی اسرائیل یک کلمه پر محتوا هست. ای پیغمبر زادها، ای فرزندان اسرائیل، یاد کنی نعمتهایی را که من بر شما در طول تاریخ ارزانی داشتم. از زمان اسرائیل الی یومنا چقدر احسان من بر شما کردم. شما به واسطه یوسف و اسرائیل به مصر رفتید و چه بلاهای بر سر شما بود و برای نجات شما موسی کلیم الله را اعظام کردم و موسی کلیم الله شما را دعوت داد. موسی کلیم الله شما را ارشاد کرد. چرا شما پند پذیر نشدید؟ چرا شما درس نگرفتید؟
چقدر من بر شما احسان کردم. ای بنی اسرائیل یاد کنی نعمت‌هایی را که من بر شما ارزانی داشتم. و انی فضلتکم علی العالمین، من شما را فضیلت دادم بر عالمین زمان شما. شما دارای فضیلتی، شما دارای عزتی. جای دیگر قرآن این فضیلت را ذکر کرد. در میان شما بادشاه، نبی، یکی بعد از دیگری من مبعوث کردم. چرا از راه و رسوم انبیا شما دارید تخطی میکنید؟ همه انبیا به شما مژده دادند که از نسل حضرت ابراهیم و اسماعیل آخرین نبی مبعوث میشه. همه انبیا مژده رسول الله را دادند. همه بندگان صالح مژده رسول الله را دادند. چرا شما سرپیچی میکنید؟ تمرد نکنید که روز خطرناکی در پیش دارید. بترسید از آن روزی که هیچ کدام از راههای نجات در آن روز نیست. راههای نجات در دنیا 4 هستند، هیچ کدام اون روز نیست. لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. نه کسی برای کسی دیگر میتواند جزا بده، حساب بده. لا تملك نفس لنفس شیئا، همچنین رشوت گرفته نمیشود از طرف هیچ کس و شفاعت هم سودی ندارد برای کفار و مشرکین و نه آنها نصرت کرده میشود. خلاصا تمهیدی برای رسالت نبی علیه السلام. رسول پاک صلی الله علیه وسلم کسی هست که ابراهیم علیه السلام بانی خانه کعبه برای او دعا کرد و رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمودند من دعای ابراهیم هستم. دعایی که ابراهیم نه تنها کرد بلکه حضرت اسماعیل با او همراه بود. ابراهیمی که همه شما به تقدس او عقیده دارید و از نظر نسب همه شما خود را به ابراهیم میرسانید. بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم خلیل الله. مشرکین مکه هم به تقدس ابراهیم اعتقاد داشت. ابراهیمی که همه شما او را قبول دارید و خود را به او منسوب می‌دانید، هم از نظر نسب ابراهیمی هستید و هم از نظر دین ابراهیمی هستید. این عزت را من به ابراهیم عنایت کردم و اون ابراهیم برای این نبی دعا کرد ربنا وابعث فیهم رسولا. لحظه دعای محبوب شما محمد رسول الله مبعوث شده است. چرا شما تمرد میکنید؟ چرا شما زیر بار نمی آیید؟ چرا شما سرپیچی میکنید؟ و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات، هنگامی که آزمایش کرد ابراهیم را ربش با احکامات متعددی. کلمات احکامات متعددی. این کلمات را ابراهیم علیه السلام نتیجه امتحانش را بیان میکنه. فاتمهن، کامل کرد. در آزمایشات رستگار شد، قبول شد، 100% قبولی داشت. ابراهیم با آن همه شان عظیمش که همه شما به تقدس او اعتقاد دارید، هم در آزمایشگاه الهی قرار گرفته، بعد بهش انعام رسیده. این اشاره هست که ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم شما هم باید امتحانات را پشت سر بگذارید.
امروز این یهود بر علیه شما که توطئه میکنن، باشد یک روز انشاءالله یکی بعد از دیگری اینها را تار و مار خواهند کرد. این امتحان است. ابراهیم با همه شان عظیمی که داشته، از تکالیف و آزمایشات الهی، از تکالیف شرعی الهی، حضرت ابراهیم تبرئه نبوده. شما امروز زیر بار طاعت نمیری، حضرت ابراهیم زیر بار طاعت رفت. با اون کلماتی که ما ابراهیم را آزمایش کردیم و ابراهیم کاملا از آب در آمد. این چی بودن سروران گرامی کلمات که الله تعالی ابراهیم را آزمایش کرد؟ امتحان اربعه ابراهیمی، فضیلت بانی کعبه بیان است و امتحانات ابراهیمی. یکی ذبح ولد، فرزندت را ذبح، ورود نار نمرود، ترک وطن، ترک اهل و عیال در وادی لم یزرع. این امتحانات سختیه. بعد یا گفتم مراد از امتحانات اون اعمال سنن، ختنه، مسواک، قصد شوارب، قطع ظفر، ناخن بچین. اینها چیه که برای اینها کسی به مشکلی گیر بکن؟ سبیل را کوتاه کن، ناخن بچین، مسواک بزن، خطره بکن. خب دوله در بزرگی کمی تکلیفه، لیکن زیاد مشکل نیست. امتحانات سخت ابراهیمی سروران گرامی اینها بودن که در آتش رفت، ترک وطن کرد، از همه سخت‌تر هاجر را و حضرت اسماعیل را به وادی لم یزرع به فرمان رب العالمین رها کرد. خیلی سخته. زنی را با فرزندی کوچولو که در مهد و گهواره هست در وادی لم یزرع رها کردن و باز به فاصله بسیار دور برگشتن. این سروران گرامی فداکاری بسیار بزرگ. باز این دلبند را در تازگی که میتواند راه بره به میدان منا بردن و برای خدا قربانی کردن. این سخت امتحان سختی بودن. خلاصه تمام آن احکاماتی که الله سبحانه و تعالی گذاشته بود در مناسک حج، همه اینها داخلن، اونها هم داخلن. این هم امتحانات سختن. خلاصه از تمام امتحانات حضرت ابراهیم نتیجه خوبی در آورد. الله تعالی کسی که امتحان خوب بده انعام میده. الله فرمود انی من قرار میدهم شما را برای انسان ها مقتدا. چون امتحان دادی، از امتحان قبول شدی، فلان انعام شاگرد قبول جایزه میخواهد. جایزه شما این است که من شما را برای انسان ها مقتدا قرار میدم. بعد از امتحانات این مژده را الله تعالی داد. حضرت فرمود و من ذریتی، اجعل من ذریت تلقینیه، اجعل من ذریتی، از ذریات من هم امام قرار بده. الله تعالی جواب داد لا ینال عهد الظالمین، نمیرسد این عهد و قول و قرار امامت به ظالمین نمیرسد، به آنهایی که ظالمند از ذریت تو. این امامت به آنها نمیرسد. این آیه هست سروران گرامی که از گروه ها اسلامی شیعه اون مذهبی هست
که اعتقاد دارند که امامت یک مقامیه بالاتر از نبوت و دلیل آنها همین آیه شریفه هست انی جاعلک للناس امام. چطور که ابراهیم نبوت داشت، امتحان شد در ایام نبوتش و در ایام رسالتش، بعد الله سبحانه و تعالی به او بعد از امتحان اعلان کرد که انی جاعلک. الله تعالی گفت اخذ جاعلک صیغه اسم فاعل است به معنای حال و استقبال. من شما را در آتی مبتدا قرار میدم. برای کی؟ للناس، برای همه انسان ها تو مبتدا میشی. من دارم امام را معنی میکنم مقتدا. چرا؟ رهبر. حالا شاید مقتدا را شما نفهمید، بزرگان معنی قدوتن، قدوت را معنی میکنم مقتدا، ساده تعبیر میکنم. من شما را رهبر انسان ها قرار میدم، شما رهبر میشی، شما مقتدا میشی، همه به مقتدای شما میبالند، افتخار میکنند. شما را من برای انسان ها مقتدا قرار میدم. به خاطر این امام سروران گرامی لفظ خاصی نیست. ببینید رسول لفظ خاص درسته یا نبی لفظ خاص، صدیق لفظ خاص، شهید لفظ ویژه، و صالح اینا الفاظهای ویژه. الله تعالی بر افراد ویژه این کلمه را اطلاق میکنه. رسول و نبی به کسی میگوید که به آنها رسالت و نبوت داده باشد. صدیق به کسی میگن که در راستی و در عمل بعد از نبی باشد. شهید به کسی میگن در اصطلاح که جانش را و مالش را در راه خدا فدا کند، جان و مال را در راه خدا فدا کند، اگرچه نمیرد هم شهید. جای نخندیم اولئک الصدیقون و الشهداء عند ربهم، جان را و مال. لیکن لفظ امام لفظ خاصی نیست. مصادی که به شمار این امام دارد. امام به راه هم میگرد، این راهی که انسان میبره این راه را هم امام میگرد. شما در قرآن خواندید لب امام مبین، در سوره هجر هست انهم لب امام مبین. اونجا امام به معنای راه مستقیم که مکه‌ای ها به شام می رفتن، اصحاب لوط، قریه های لوط در آنجا بودن و این تقریبا به معنای راه. اینجا راه را هم امام گفتن. چرا؟ امام هم مثل یک راه، هم مثل یک رهبری دست انسان میگیرد و به مقصد میرسد، نمیرساند. راه هم اخر رهبریه. لحظا میخواهید برید کرمان، میپرسید و جاده ها دراهیه، به پلیس راه رسیدید، جاده راست را نبرید، چپ را ببرید. شاید هم تابلو دارد بم زابل و مشهد. مشهد میخواهید برید، خب جاده راست را ببرید. میری سراحی میآید، راست نرو، چپ جاده را ببرید. راست به زابل میره، پلیس را زده.
اینجا ها شما بر می‌داره آخر شما را به مشهد و از مشهد به ترکمنستان و از ترکمنستان به آطرف شوروی هم شما را میبره میرسه. به هر حال راه را هم امام میگن، آمال نامه را هم امام میگن. پرونده ای که برای ما تشکیل میشه آمال نامه اون هم امام میگن. احسیناه فی امام مبین، احسیناه فی و کل شیء احسیناه فی امام مبین. این امام مبین این هم نیست همه چیز را ما توی امام مبین احصا کرده ایم، یعنی در آمال نامه. یوم ندعو کل اناس به امامهم، جمع کثیر از مفسرین مراد از امام پرونده آمال به قرینه این که فمن اوتی کتابه بیمینی، این امام مراد پرونده آمال. هر انسان را ما و پرونده آمالش میخوایم احضار میکنیم و میگیم اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اگرچه اینجا کل اناس به امامهم بعضی انبیاء مراد گرفتن یا پیشوایان دیگر دینی، حالا من کار ندارم، لیکن کلمه قرآنی اینه که مراد پرونده آمال. و همچنین لفظ امام چنان لفظی عام الاطلاق است که بر ائمه و زمامداران کفر همین اطلاق کرده خدا. قاتلو ائمه الکفر. و لفظ امام بر نبی هم اطلاق شد. نبی را هم الله تعالی گفته که مقتدایی و رهبری، نبی یعنی رهبر، راهنما. الله تعالی به نبی هم گفته است امام. و حتی این پیش نمازها را هم عرب چی میگه؟ امام. الان از ترس مردم پیش نماز میگه. چرا اگر بگم باب الامامت در کتب فقه، در کتب احادیث ما هر چقدر باب الامامت داریم برای همین امامت های پیش نمازی میگن. پیش نماز را هم امام میگن عرب، نمیگن امام باب الامامت. ولهذا ساده برای شما بگم هیچ اهل سنتی از زمان پیغمبر الی یومنا این اعتقاد را نداشته است که امامت مقامی بالاتر از نبوت جز شیعه. هیچ احدی. پس انی جاعلک للناس اماما، این مژده برای چی؟ امام به معنی شما را من مقتدا میکنم، یعنی رسالت شما را من در دل انسان ها جا میزنم. خب پیغمبر که اول حضرت ابراهیم اول که نبی بود، رسول بود، پس انی جاعلک للناس اماما تحصیل حاصل. خب این مقام را اول داشت. امام شما میگی رسول اولش داشته، پس چه چیزی که جایزه رسول؟ بله سروران گرامی، امامت یعنی رسالت حضرت ابراهیم قبلا داشت و همه این آزمون و آزمایشاتش در ایام رسالت از او گرفته شدن. لیکن امامت حضرت ابراهیم را که رسالت باشد عراقی ها پذیرفتند، مصری ها، شامی ها. روزهای اول رسالت ابراهیم علیه السلام را از تمام عراق که محل تولد و رسالت حضرت ابراهیم خلیل هست، یک لوطی امامت حضرت ابراهیم را پذیرفته بود و یک ساره، دوتا لوط و ساره. حضرت ابراهیم هجرت کرد به مصر رفت، مصری ها پذیرفتند. کجا پذیرفتند؟ ساره را هنوز اسیر کرد. پس خدای عزوجل وقت ابراهیم را امتحان کرد و حضرت ابراهیم از آزمون الهی کامیاب شد و نمره قبولی آورد، بلکه 100% نمره قبولی آورد. 20 گرفت
الله تعالی گفت از این تاریخ به بعد من رسالت شما را، من رهبری شما را، من پیغمبری شما را در دل انسان ها چاپ. همه انسان ها از این تاریخ به بعد بیاین، بعد از این امتحانات تو را مبتدا می‌پذیرند. الان هم ما می‌بینیم که 1400 سال است وعده خدا تحقق پذیرفته. یهود به تقدس ابراهیم قبول دارند. حضرت ابراهیم را برای خودش مقتدا می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد. نصارا، امت مسلمه، اکثریت جهان للاکثر حکم الکل هست. اکثریت انسانهای دنیای امروز هم رهبری ابراهیم را قبول دارن یا نه؟ همه نمیگن ما ابراهیمی هستیم، ما ابراهیمیم. همه قبول دارن. کسی نیست که حضرت ابراهیم علیه السلام را به عنوان مقتدا و پیغمبر و شخصیت بلندپایه تاریخی قبول نکنند. بوش هم قبول دارد، شارون هم قبول دارد، شما هم قبول دارید. همه خود را ابراهیمی میدانند. نمیدانند؟ خصوصا وقت قرآن نازل شد همه به مقتدایت ابراهیم افتخار نداشتند. پس خدای عزوجل این انعام را وعده کرد و کلمه گفت انی جائلک، من شما را مقتدا قرار میدم. شما را که تا الان کسی مقتدا قبول نداشت، بله من الان شما را برای تمام انسان ها مقتدا میکنم، رهبر میکنم. بی خاطر علماء تفسیر ما همه می نویسند امامت در رسالت، قدوت هم. ما شما را رهبر انسان ها قرار میدیم. این وعده را خدا جایزه را به ابراهیم علیه السلام داد که از این تاریخ به بعد همه مردم شما را رسول قبول میکنند. خب باز هم شما قبول ندادی این توجیهات را. بله امامت مقامی بالاتر از نبوت هست، درست؟ همین فرضیه شما را ما قبول داریم. خب این امامت را که خدا به ابراهیم داد، به کی داد؟ این امامت را خدا به ابراهیم علیه السلام داده، در این شکی کسی نداره. قرآن منصوصه. حضرت هم فرمود که و من ذریتی اجعل من ذریتی اماما للناس. الله تعالی گفت به ظالمین نمیرسد. این عهد من، این امامت یعنی نبوت به ظالمین نمیرسد. ما همین توجیه رو میکنیم. اسمت انبیاء جب ثابت میشه. خب شما میگید که ذریت ابراهیم حضرت علی هست، بعد حضرت حسن، بعد حضرت حسین، بعد زین العابدین. دیگه حسن و حسین کیلو قالی ندارن، از بطن فاطمه و زهرا هستن. ولی حضرت زین العابدین چون از شکم شهربانو دختر یزدگرد ساسانیه، لحظه ایرانیه، لحظه ایرانی فرزندش را به عنوان امام قبول دارد. خب شما میگید که حضرت علی لحظه امام شد، به مقام بالاتر از نبوت رسید، که اعتقاد اینها هم هست. من قبلا هم عرض کردم برای شما. ما میگیم کجا امامت حضرت علی اعلان شده؟ منصوص من الله است. کجا در قرآن خدا گفته که من حضرت علی را امامت دادم؟ شما میگی من ذریتی. آیا ذریت حضرت ابراهیم فقط حضرت علی هست؟ ها؟ حضرت اسماعیل ذریتش نبود؟ اسحاق ذریتش نبود؟ یعقوب ذریتش نبود؟ 12 فرزند حضرت یعقوب ذریت حضرت ابراهیم نبودن؟ کدوم دلیله که ذریت ابراهیم فقط حضرت علیه؟ با 2 تا پسرش و با 1 پسرش به این مقام رسید. این از قرآن برای ما ثابت. اگر امامت مقامی مثل فرضیه شما مقامی بالاتر از نبوت هست، پس این مقام را که به رسول الله نداد.
کجا خدا گفت که رسول الله را من تو را امام کردم بعد از نبوت و رسالت؟ این مقام به رسول الله نرسید، این مقام به موسی کلیم الله نرسید، بله به امت موسی رسید. در سوره و جعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا لما صبروا، به خود موسی که نرسید، به امتش رسید. به خود موسی علیه السلام خدا نگفت این امامت را به کتاب موسی داد، کتاب ما به موسی دادیم اماما، و کتاب موسی چیه؟ امام. امت موسی هم ائمه و جعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا، به خود موسی که خدا نداد. کجا گفته من موسی را امام کردم؟ به هارون نداد. این تقسیم بندی هیچ دلیلی ندارد. اگر شما میگید که من ذریت حضرت علی داخل است، و ما میگیم حضرت ابوبکر صدیق داخل است، حضرت فاروق اعظم هم داخل است، من ذریتی قریشی نیستند، از ذریت ابراهیم علیه السلام نیستند، چه تفاوتی دارد؟ برابر نسل صدیق و فاروق و عثمان از کانال حضرت اسماعیل ابن ابراهیم به ابراهیم برابرند، مساویند. نیست مساوی؟ شما میگید که به حضرت علی رسیده، ما میگیم به ابوبکر صدیق رسیده. آن آیاتی که شما از او ثابت میکنید امامت حضرت علی را، ما امامت حضرت ابوبکر از همون آیات ثابت. ما چاریاری اولین امامت را به حضرت ابوبکر داد، تاریخ گواه ہے، بشریت گواه ہے، بعد به حضرت فاروق اعظم داد، بعد به حضرت عثمان داد، بعد به حضرت علی داد، و بعد به امیر معاویه هم داد، بعد به حسن و حسین هم داد. اونها به زعم شما که همهشون با فشار زندگی کردن، کجا امامتی بود و کجا مقتدایی بود؟ حضرت علی بدون یار مان هیچ چی نگو، حضرت حسن که بدون یار مان کوفی ها ویل کردن، علی را که مقتدیان خود علی ویل کردن. ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، شاهد خود شمایی. کجا شد امامت حضرت علی برای انسانها؟ بله آنها رهبری کردند، همه مسلمانها قبول داشتند، هیچ چیزی نه سروران گرامی. نه امامت حضرت علی منصوص من الله است، نه امامت دیگری از ائمه. امام بماند پیشوا، ما هم میگیم امام ابو حنیفه، ما هم میگیم امام حسین، ما هم میگیم امام حسن، ما هم میگیم امام زین العابدین، ما هم میگیم جعفر صادق. علی اینها نزد ما عالمان ربانی هست، اون ستا صحابه رسول الله هستند. زین العابدین تابعی صحابه رسول الله را دیده، صاحبان فضلند و کمالند و از خود ما هستند. همین امام رضا که در مشهد استراحت میکند کنار قبر حضرت هارون الرشید امیر المؤمنین دفن هست، این از آن خود ماه. دلیل امام رضا مال ماه که امام رضا یک دختری دارد و نامش عایشه است. امام رضا یک دختری دارد و آن عایشه است. برید نگاه کنید سیرت حضرت امام رضا را، نام دختر امام رضا کی؟ معلوم میشه که امام رضا از ما هست، ورنه تو این کره خاکی انسانی نیست که شیعه باشد و اسم دخترش یا زنش عایشه باشد. پس امام رضا مال ماه، دلیل اسم دخترش عایشه. هارون الرشید هم مال ماه. تاریخ بری بررسی بزنی، امام رضا هم مال ماه. و ما با هیچ یکی از این ائمه، از این علماء دین ناراضی ندارد. دلیل اینه الحمدلله اینقدر فاطمه ما داریم، انقدر عایشه نداریم، انقدر علی ما داریم، محمد علی ما داریم، حسن ما داریم، حسین ما داریم. حالا شما میگی شاید در انقلاب ما تغییر میکنیم. نه، ما تغییر نمیکنیم. اسم جد من غلام حسین،
شناسنامه پدر من گواه، انسانهای زنده هم گواه. پس ما با هیچ یکی عداوتی نداریم، لیکن مقامی بالاتر از نبوت امامت را هیچ یکی از ما قبول نکرده و قبول هم ندارد و هیچ دلیلی هم نیست. بله اینجا امام به معنای رسول است. این رسالت شما را من به انسانها، به دل انسانها جا میزنم، من شما را مقتدا انسانها میکنم، یعنی همه انسانها بیان. حضرت فرمود ذریت من را گفت بله آنهایی که ظالمن این امامت را که به شما عنایت کردن این قدوتی را نمیدن، بله به محمد رسول الله داد، به حضرت یعقوب داد، به حضرت یوسف داد و به همه انبیاء بنی اسرائیل که نسل ابراهیم خلیل الله هستند. الله تعالی این امامت را عنایت کرد و دلیل معصومیت انبیاء هست. باقی ائمه را شما معصوم میدانید، ما ابوبکر صدیق را هم معصوم نمیدانیم، غیر از انبیاء هیچ احدی را ما معصوم نمیدانیم. البته همه مغفورند، همه معفوند، همه مورد عنایت خدا هستند با نص صریح قرآن و با بشارت پیغمبر علیه السلام. 10 نفر صحابی مبشر به جنت هست و باقی مهاجرین و انصار وعده خدا هست که اعد لهم جنات تجری من تحتها. بحث دوم فضائل کعبه. بیت کعبه را مثابتا للناس، محل بازگشت و رجوع برای انسانها، محل اجتماع، همه اونجا رجوع میکنن، همه اونجا عبادت میکنن، همه به تقدس ابراهیم. یادگار ابراهیم هنوزم جلوی خانه کعبه گذاشته. یادگار ابراهیم در فلسطین هست، در اردن و در شام بزرگ یادگارهای ابراهیم. شهر خلیل هست، یادگارهای ابراهیم در دنیا هستند و در جایی که اکثریت بشریت اونجا آمده است و نگاه کرده بعد از ابراهیم علیه السلام آثار اقدام ابراهیم هنوز هم گذشته. آثار قدم های ابراهیم را حضرت یعقوب، تمام انبیاء تا به رسول الله آثار قدم ابراهیم را که یادگار ابراهیم رفتند و نگاه کردند. تا یومنا هذا الحمدلله آثار قدم ابراهیم در نظر انسان ها میان. وقتی بره اونجا میبینم مقام ابراهیم را، اون سنگی که ابراهیم علیه السلام برام ایستاده است و خانه کعبه را تعمیر کرده به فرمان خدا. پای ابراهیم توی این سنگ فرو رفته است و یادگار شده، جلوی خانه کعبه گذاشته. قرار دادیم محبت را محل رجوع برای انسانها و امن موضع امنی برای انسانها. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، و گفتیم ما اتخاذ کنید برای حصول برکت از مقام، این من زایده، مقام ابراهیم را محل نماز. و اهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، و امر کردیم ما ابراهیم و اسماعیل را هنگام بنای خانه کعبه ان طهرا بیتی للطائفین، پاک کنی ظاهرا باطنا خانه من را. چقدر خدا عزت داد این را بیتی کو. یک ثانیه عبادت در بیت خدا تاکید نیست، یک دقیقه در هیچ ساعتی از لیل و نهار عبادت بیت برقرار. در 24 ساعت الان هم که مسلمان ها سوچ شدن هم عبادت خانه کعبه تعطیل نمیشه، نه طوافش، نه دور برش، نمازش و نه اعتکافش دور بر خانه کعبه. شب و روز طواف. یک دقیقه که برای نماز نیستن اون لحظه صف میبندن دور برش تا امام میگه السلام علیکم طائفین حرکت میکنن. چرا؟ در این کره خاکی انواع عبادت بیان میشه. در فاتحه گفت که بگید یا کنابود، عبادت چیه؟ لیست عبادت ها را الله تعالی در این سوره بیان کرد. طهرا بیتی للطائفین برای طواف کنندگان، والعاکفین برای اعتکاف کنندگان، والرکع السجود برای رکوع کنندگان و سجده کنندگان. چرا از طائفین شروع کرد؟ طواف یک عبادت ویژه‌ای هست
و مکانش هم مشخص. در تمام این کره خاکی طواف غیر از دوربر خانه کعبه در هیچ جای مشروع نبوده و نیست. مطاف بیت المقدس نبوده، بیت المقدس قبله بوده، لیکن مطاف خانه کعبه. از آدم تا خاتم 124,000 پیغمبر خانه کعبه را طواف کرده. برای این عبادت به خانه کعبه آمده. موسی کلیم الله خانه را طواف کرده، عیسی روح الله خانه را طواف کرده و انشاءالله بیاد طوافش میکنه و محمد رسول الله این خانه را طواف کرده. طواف یک عبادت ویژه‌ای است و در مکان خاصی انجام میشه. این عبادت در هیچ نقطه دنیا انجام نگرفته و دستور خدا نیست که انجام میشه. حتی در مسجد النبی مطاف نیست، هست مطاف. پس این طواف کبران که امروز مردم میکنن این طواف چیه؟ این طواف همون شرکه که خدا را از اون بد. طواف قبرهای اولیاء، طواف قبرهای ائمه همون شرکی هست که خدا را از اون بد میگه. من شما را میگم بپرسید اینها را که طواف میکنن قبرهای اولیاء را، آیا سید الاولین و الاخرین وقتی حیات داشتند و در میان صحابه بودند، در غزوات، در سفر، در حضر، در مسجد النبی، در مسجد الحرام، آیا صحابه دوربر رسول الله طواف میکردند؟ بپرسید از اینها که طواف میکنن. آیا ائمه وقتی زنده بودند، حیات داشتند، در این دنیا بودند، آیا کسی بود که اونها را طواف بکنه؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه وقت زنده بودند، در مکه و در مدینه، در کوفه تا به شهادت رسیدن، کسی ذات حضرت علی را طواف کرد؟ کرده؟ هاتو برهانه بیاری دلائل. وقتی این انبیاء این مقدس و این اولیاء پاک در دنیا زنده بودند، هیچ مریدی، هیچ مخلصی، هیچ وفاداری این شخصیت ها را طواف نکرد. چطور حالا که قبل شده شما طواف کنید؟ طواف دوروبر خانه کعبه فقط همونجا عبادت است و این طواف مکان خاصه. این خاطر فرمود اینجا طواف از نماز افضل تره. چرا؟ این عبادت را انسان جای دیگر نمیتونه انجام بده. بعد این طواف یک عبادت دیگر اعتکاف هم مکان خاصی میخواد. لا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد. امروز مردم میره سر قبرها اعتکاف میکنه. 9 شب حضرت استاد میگفت پاکستانی ها سر یک قبر میره مینشینن تا مرادشون تکمیل میشه. اعتکاف سر قبرهای اولیاء هم همون عبادتی هست که برای اولیاء انجام میگیرد و این عبادت را خدا فقط در مساجد جایز کرده، در مسجد الحرام، در مسجد النبی و در تمام اون مساجدی که در آنها نماز پنجگانه انجام میگیرد. از روی تحقیق اعتکاف، همین عبادت اعتکاف را شما در خانه خود نمیتونید انجام بدید، شما در مغازه خود نمیتونید انجام بدید، شما این عبادت را در این درسگاه قرآن هم نمیتونید انجام بدید. مسجد نیست، این عبادت فقط در مسجد انجام میگیره بس، دیگه جگه این عبادت انجام نمیگیره. این خاطر فرمود عاکفی چقدر معتکف در ماه مبارک رمضان و در طول سال در مسجد الحرام افتاده است، در مسجد النبی افتاده است. این عبادت در طول سال انجام میگیره در مساجد. لیکن شرط انجام این عبادت روزه هست. اعتکاف بدون روزه نمیشه. زنان میتوانند در اون خانه‌ای که برای عبادت تعیین کردن آنجا اعتکاف بشه که مسجد خانه گفته میشه. البته کسی یک خانه ای را یا گوشه خانه ای را برای عبادت اختصاص که عبادت خود را اونجا انجام بده، که متاسفانه امروز خیلی کم
یک خانه را انسان برای عبادت باید اختصاص بده، بره اونجا تلاوت کنه، بره اونجا نماز بخونه، اون خانه را نظیف نگه داره، عطر خوشبویی بزنه. و امروز خانه های مسلمان ها بتخانه اند، عکس بزرگان را، عکس نیکان را، عکس سیاسیان را همه میکنند و در اون خانه ها فرشته رحمت نمیره. و در اون خانه نماز بخونی چی فایده؟ عکس عزیزان را غاب میکنند و تو خانه ها عزیزان میکنند. این خانه ها از فرشته های رحمت محروم. پیغمبر اسلام گفته خانه های خود را بتخانه نکنید. طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. رکوع سجده الله تعالی احسان کرده در تمام کره خاکی انجام میده، در مساجد، در مسجد الحرام، در مسجد النبی، در مساجدی که به مسجد الحرام وابسته، همه مسجدهای دنیا ارتباطشون با مسجد الحرام. چرا؟ رخ همه مساجد به مسجد الحرام. فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. وإذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا. بحث سوم ادعیه ابراهیم. یاد کن لحظه ابراهیم فرمود ربا قرار بده هذا اون مکانی، این مکان را شهر پرامن. ببین اینجا مکان بود، شهر نبود. گفت هذا بلدا. وقتی شهر ساکت شد فرمود هذا البلد. این مکان را شهری قرار بده آمن. چقدر امن مکه؟ حشرات امن دارند، من دخله کان آمنا. احساس خطر نیست در مسجد الحرام، داخل مسجد حرام ترس نیست، حراس نیست. ورزق اهله من الثمرات. اینجا خشکه و بشر نیاز به میوه دارد. بشر بدون میوه دیگه خسته میشه، کوفته میشه، مریض میشه، نیازمند به خوردن و نوشیدن دارد. خدایا وادی مکه، این رودخانه، این سرزمین کوچک محاصره با کوههای سخت سنگ است. کوههای مکه مکرمه صخره سنگ است، خاک ندارد، صخره سنگ است. دیگه پیغمبر داخل که ورزق اهله من الثمرات، اهلش را میوه بده. الله تعالی دعای ابراهیم را اجابت کرد. قطعه زمین بسیار حاصل خیز از شام برداشت ابراهیم، دور و بر خانه کعبه طواف داد و به فاصله نزدیک از مکه گذاشت و مکه و طائف را محل میوه ها قرار داد برای مکه. از طائف و از اطراف دنیا میوه میاد در مکه مکرمه، میوه تر و تازه، میوه یک ذره ضربه ندارند. در مکه و در مدینه هستند، موزه های بین کیفیت، یک ذره زخم هم ندارند. از کدوم نقطه دنیا خدا اونجا سرازیر کرده. حاجی میخوره، غیر حاجی میخوره، مکه‌ای میخوره، غیر مکه‌ای هم میخوره. شاید حاجی که در زندگی موز نخورده مکه مکرمه بره حاجی ایرانی در 24 ساعت حتما یک موزی میخوره. میوه انواع و اقسام میوه الله تعالی اونجا برده. ورزق اهله من الثمرات. اهله مبدل منه من آمن منهم. کسانی را که ایمان آوردن از این اهلش، اهل مکه ایمان آوردن. سبحان الله، هر که در مکه میره اهل مکه و فقط ازواج مطهرات پیغمبر که در خانه پیغمبرن اهل پیغمبر نیست، اونها را استثناء میکنه. هر که در مکه میره اهل مکه نیست. ورزق اهله من الثمرات. باز تخصیص کرد من آمن منهم بالله والیوم الاخر. مؤمنین را چرا این بدل را ذکر کرد من آمن بالله؟ اونجا وقت فرمود و من ذریتی، الله تعالی فرمود لا ینال عهد الظالمین. این امامت رسالت را من به ظالمین، به گناهگاران نمیدم. این نمیرسه به گناهگاران، به معصومها میرسه، به انبیا رسید. بعد از ابراهیم هر چقدر نبی آمدن از نسل ابراهیم خلیل الله، همه انبیا را از نسل حضرت یعقوب و اسحاق بخش کرد
و یک نبی از نسل حضرت اسماعیل ذبیح الله خدا مربوط کرد که آقای همه شد، سید الرسل شد، امام الانبیا شد. الله تعالی گفت نه، در مکه کافر و مؤمن را و در تمام دنیا کافر و مؤمن را میده. الله تعالی فرمود نه، و من کفر، هر کسم که کفر کند در مکه فامتعه قلیلا، کنی من بهره میدم او را در دنیا. چرا؟ لکونی رب العالمین، من رب العالمین هستم. در مکه ابو جهل هم نان میدم، ابو جهل هم میوه میدم. و من کفر، الله تعالی گفت پس من او را بهره میدم کمی، باز مجبور میکنم او را به طرف عذاب جهنم و بیس المصیر. یاد کنون لحظه را که بلند کرد ابراهیم علیه السلام ستون بیت را و اسماعیل همکارش بود. او بنای این مواد ساختمانی فراهم میکنه، کارگر به اصطلاح. هر دوتا وقتی خانه کعبه را ستونهایش از زمین بلند کردن، ابراهیم و اسماعیل مناجات کردن، ربنا تقبل منا، بار الها این خانه را که ما میسازیم از ما بپذیر، تو سمیع العلیمی، انک انت السمیع العلیم. ربنا دعای دوم قرار بده ما را مسلمین لک، خیلی مطیع برای خودت، موحدین و مخلصین لک، ما را موحد و مخلص برای خودت میگردن، ما را از هر غیر الله منصرف کن. و من ذریتنا، و همچنین قرار بده از نسل ما، از نسل من ابراهیم و اسماعیل امتا مسلمتا لک، یک امتی که همه تن تسلیم باشد برای و این امت مسلم الان آمده همه تن الحمدلله تسلیما. از عصر رسول الله بیشتر تسلیم بودن، الان هم تسلیمن، همه میرن اونجا سجده میکنن، همه میرن اونجا. اونهایی که مسلمن غیر از خانه کعبه دیگه جای طواف نمیکنن، طواف میکنن. و ارنا مناسکنا، و تعلیم بده به ما قواعد و اصول مناسک، قواعد حج را. و تو برنا به طور ویژه بر ما رجوع بفرما، توبه خواص الخواص لرفع درجات و ترقی فی المقامات، انک انت التواب الرحیم. دعای سوم ربنا و بس فیهم رسولا، ربا مبعوث بفرما در میان این امت مسلمه یک رسول بسیار عظیم الشان، منهم از خودشان. این دعای ابراهیم علیه السلام قبول شد. فرائض اون رسول چکار کند؟ یتلو علیهم آیاتک، تلاوت کند بر سر آن امت آیات تو و تعلیم بدهد آنها را کتاب و حکمت و دانش، و یزکیهم، و آنها را پاک کند از تمام عقاید و اخلاق رذیله، پاک کند آنها را شرک. انک انت العزیز الحکیم، تو عزیزی، تو حکیمی، لحظه دعای ما را بپذیر. انک انت العزیز الحکیم. این خاطر سروران گرامی الله تعالی میگه اون دعای رسول الله، دعای ابراهیم خلیل الله تکمیل شد، رسول پاک صلی الله علیه وسلم. الان فرصت زرین را از دست نده. آنهایی که از آیین ابراهیم اعراض میکنن اونها احمقند. دیگه کسی از آیین ابراهیم اعراض نمیکنه. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، اعراض نمی کند از آیین ابراهیم مگر آن کسانی که کاملا خود را احمق قرار دهند، مگر آن کسی که خود را احمق قرار دهد از شیخ الهیم. اونی که خود را احمق بکنه، احمقا از آیین ابراهیم اعراض میکنه. و البته ما برگزیدیم ابراهیم را در دنیا و او در آخرت هم از صالحین است، صالحین درجه یک، نبیین و صدیقین و شهدا. چرا این همه احسانات را ما به ابراهیم علیه السلام عنایت کردیم؟ الله تعالی میگه به خاطر این که وقتی ابراهیم را ربش گفت اسلم، تسلیم شو، اعتقادا عملا تبلیغا، تو حضرت فرمود اسلم تو لرب العالمین. من فقط خاص، لام لرب العالمین برای اختصاصه، من خاص برای رب العالمین تسلیم. جان فدای، ولد فدای، وطن فدای،
حتی بیبی ساره را هم برایش فدا کردن، حتی هاجره را فدا کردن. هذا ابراهیم علیه السلام انسانی بود همه تن تسلیمی بود، از تسلیمی به این مقام رسید. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.